آینده اروپا. گفتگوی یووال هراری و سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش. مجری: مقدم شما را به مراسم این شامگاه بی‌نظیر خوش آمد میگویم. خانم‌ها و آقایان، شادمانم که افتخار خوش آمدگویی به شما را دارم. عالی جناب صدر اعظم فدرال، عالی جناب رئیس اتاق بازرگانی اتریش و یووال هراری عزیز، حضور شما را امشب در اینجا گرامی می‌داریم. حضور شما امروز به مناسبت خاص روز اقتصاد اروپا در اتاق بازرگانی مایه مسرت تمام است. آن هم نه فقط به این دلیل که توانستیم ترتیبی فراهم کنیم که یووال نوح هراری که ستاره‌ای مطلوب و محبوب است و یک رهبر فکری را در جمع خودمان اینجا در وین داشته باشیم، بلکه به این دلیل که ایشان و صدر اعظم فدرال سباستیان کورتز پذیرفتند که در روی صحنه گفتگویی داشته باشند با رئیس اتاق بازرگانی اتریش آقای هارالد ماهرر. همان گونه که می‌دانید انتخابات پارلمان اروپا در 2.5 هفته آینده برگزار می شود. احتمالاً در چنین زمانهایی است که وقتی با انتخابات روبرو می شویم و موقعیت دادن رأی را داریم، انتخاب‌ها و گزینش‌های جدیدمان را داخل صندوق آرا می نهیم. اغلب می خوانیم یا می شنویم که اروپا برای رویارویی با آینده باید یک پارچه عمل کند که نه تنها رقابت‌های درونی خود را حفظ کند، بلکه بتواند از عهده رقابت‌های جهانی برآید. و باز اگر رو راست باشیم، در اندک مواردی میتوانیم بدون تأمل بگوییم که منظور دقیق از این رقابت‌ها چیست. کسی که زمان زیادی برای اندیشیدن درباره آینده و همچنین حال صرف کرده و از آن به گونه‌ای استثنایی شناخت دارد، یووال نوح هراری است. همان گونه که احتمالاً آگاهید گذشته نزدیک ایشان قصه یک موفقیت منحصر به فرد است. 5 سال گذشته در واقع همه چیز به کام او بوده. این تاریخدان و فیلسوف یکی از مشهورترین چهره هاست و گفته می شود فعالترین مفسر رویدادهای جهان است. اکنون او همانند گذشته تأکید را بر مصاحبه می گذارد و بر روشنگری درباره نظم جهانی برای مردم تأکید فراوانی دارد. نخست کتاب او دو پای خردمند، تاریخچه مختصر بشر، به انگلیسی و نیز به آلمانی به بازار عرضه شد. امروز بیش از 10 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده و به 60 زبان در جهان ترجمه شده است. در حال حاضر دومین کتاب او، یعنی دومین کتاب مشهور و مقبول او، چرا که یووال هراری تاکنون کتاب‌های دانشگاهی دیگری نیز به چاپ رسانده، اما با دومین کتاب انسان خداگونه وی تمرکز خود بر چشمانداز آینده را آغاز کرد. شاید به این علت بود که عالی‌ترین مقام‌های اجرایی سیلیکون ولی از بیل گیتس گرفته تا مارک زاکربرگ که همین چند روز پیش با آنها ملاقات داشت، از ایشان دعوت کردند تا در مورد آینده سخنرانی عمومی داشته باشد. شاید به این علت که به او احساس قلبی دارند، یا شاید فقط به این دلیل که علاقه دارند بدانند شکل و شمایل آینده نزدیک جامعه بشری به نظر او چگونه خواهد بود. کسانی که خود پیوسته تکنولوژی و کاربردهای نوینی اختراع می کنند در پی همراهی مفسرانند، یعنی کسانی که می توانند با آنها بگویند بعد از کاربرد این اختراعات چه اتفاقی خواهد افتاد. و شاید این چیزی است که باعث می شود یووال هراری جایگاه برتر خود را داشته باشد. او ادعا نمی کند آنچه که می گوید اتفاق خواهد افتاد، اما پیوسته تأکید بر این دارد که همه چیز تغییر خواهد کرد. یعنی می گوید او چون گذشته را آموخته و آزموده می تواند تصور کند که شکل و شمایل جهان در قدم بعدی بشریت چنین و چنان خواهد بود. سال گذشته او جدیدترین کتابش 21 درس برای قرن 21 را منتشر کرد
که در آن توجه خود را روی نیازهای تکنیکی و سیاسی و چالش‌های نوع بشر متمرکز می‌کند. او سفرهای زیادی به جای جای جهان می‌کند. او سفر می‌کند تا در سخنرانی‌های تد شرکت کند. او در انجمن اقتصاد جهانی داووس شرکت کرد و اکنون اینجا ما بی نهایت از بودنش در اتریش و وین برای نخستین بار و از اینکه او در چنین گرد همایی برای نخستین بار برایمان سخن خواهد گفت خرسند و خوشحالیم. آقای هراری، با شادمانی آمدن شما به وین را خوش آمد میگویم. صحنه در اختیار شماست. پروفسور هراری: از همه شما به خاطر آمدن به این پیشگاه سپاسگزاری می کنم. امروز می خواهم درباره آینده اروپا و درباره آینده همه جهان با شما سخن بگویم، چرا که امروزه نمی توانید این دو را از هم جدا بدانید. همگان می دانند که نظم موجود جهان گرفتار مشکل است، اما آیا کسی می دارد نظم نوین جهان چه شکل و شمایلی خواهد داشت و کدام نظم نوین بر جهان مسلط خواهد شد؟ آیا می دانید داستان و حکایت نوین جهان چه خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این سوال اجازه بدهید با نگاهی کوتاه به چند داستان و حکایت قدیمی شروع کنیم. در طول قرن 20 سه حکایت بزرگ در صدد آن برآمد که کل تاریخ بشر را توضیح دهد و چشمانداز خود از آینده اروپا را عرضه کند. حکایت فاشیست ها گفت تاریخ نبرد بین ملت های مختلف است و تصویری که از آینده جهان ارائه میداد غلبه یک گروه از مردم با خشونت بر دیگران و مطیع کردن آنها بود. تبیین حکایت کمونیست ها از تاریخ نبرد بین ملت ها نبود، بلکه نبرد بین طبقات اجتماعی و کمونیسم جهانی را پیش بینی می کرد که در آن همه گروه های بشری توسط یک سیستم اجتماعی متمرکز به یگانگی رسیده که مساوات را حتی به بهای از دست رفتن آزادی تضمین می کرد. حکایت لیبرالیسم توضیحش این بود که تاریخ نه جدال بین ملت هاست و نه نبرد بین طبقات اجتماعی، بلکه نبرد بین آزادی و خودکامگی است و جهانی را در چشمانداز خود داشت که در آن همه افراد بشر در آزادی و آرامش با کمترین کنترل متمرکز با هم همکاری می کنند، حتی به بهای نبودن تساوی همهگیر. حالا همان گونه که همه می‌دانیم جنگ جهانی دوم و جنگ سرد حکایت فاشیست ها و کمونیست ها را از عرصه جهانی محو کرد و کنار گذاشت و در چند دهه اخیر دنیا با نظم جهانی لیبرال اداره شد. پایه های این نظم روی این درک استوار شده که همه افراد بشر تجارب و منافع اصلی مشترک دارند که ما تابع ارزش‌های کلی واحدیم و اینکه ذاتاً هیچ گروهی از افراد بشر بر گروه‌های دیگر برتری ندارد. با این حساب همکاری افراد بشر عقلانی‌تر از تضاد و تعارض آنهاست. همه افراد بشر باید در حفظ ارزش‌های مشترک و پیشبرد منافع عامه همراه و همگام باشند. این چیزی است که لیبرالیسم می‌گوید. و برای رشد و تحکیم این گونه همکاری ها لیبرالیسم به ما آموخته است که حقوق و سازمان های بین المللی را تقویت کنیم، حرکت ایده و اندیشه ها، کالا و انسان ها را روی کره خاکی تسهیل کنیم. حال اگرچه نظم جهانی لیبرال نقصان و مشکلات بسیاری داشته، اما برتری خود را نسبت به گزینه‌های دیگر یعنی فاشیسم و کمونیسم نشان داده است. جهان لیبرال ابتدای قرن 21 سعادتمندتر، سالمتر و آرامتر از همیشه تاریخ است. برای نخستین بار در تاریخ بشر احتمال از دست رفتن شما در نتیجه چاقی مفرط بیشتر از تا گرسنگی. برای نخستین بار در تاریخ احتمال مرگ شما در اثر سالمندی
بیشتر است تا به خاطر وبا و احتمال بیشتری دارد که در تصادف از دست بروید تا در نتیجه خشونت بشری. اعجاز اندیشه لیبرال را در این ایده میتوان خلاصه کرد که لیبرالیسم جهانی را به وجود آورد که در آن شکر از بارود خطرناکتر است. میانگین مردم اتریش امروزه احتمال مرگشان از خوردن شکلات زیادی بیش از هوا شدنشان توسط بمب القاعده یا سازمانهای تروریستی دیگر است. این اعجاز شگفت‌آور اندیشه لیبرال است. اگر اندیشه شما بازگشت به دوران طلایی پیش از لیبرال باشد، بسیار علاقمند خواهم بود بدانم به چه سالی می اندیشید. سالی که نوع بشر در آن در وضعیتی مطلوبتر از ابتدای قرن 21 بوده باشد، مثلا 1919 یا 1219 یا شاید در رؤیای بازگشت به زمانی پیشتر. با این وجود مردم اروپا و بخش‌های زیادی از جهان دارند ایمان خود را به نظم لیبرال از دست می‌دهند. ناسیونالیسم و نظرات مذهبی که یک گروه از افراد بشر را ممتازتر از گروه‌های دیگر می‌داند، مجدداً در مسیر محبوب شدن است. دولت‌ها با روندی فزاینده در مسیر جریان آزاد ایده‌ها، کالاها و افراد بشر مانع ایجاد می‌کنند و حقوق بین الملل و سازمان‌های بین المللی را تضعیف می‌کنند. دیوارها در همه جا همچون قارچ می‌روید، در روی زمین، در فضای مجازی و به ویژه در درون ذهن. بالا رفتن دیوارها شروع شده است. اگر ارزش‌های لیبرال به هر دلیلی در حال فروپاشی است، سؤال مهم این خواهد بود که کدام نظم جهانی نوین جای آن را خواهد گرفت. آنچه تا کنون شاهد آن بوده این است که عمدتاً در سطوح ملی و با تکیه بر ملیت نظم لیبرال را به چالش می‌کشند. چنین کسانی ایده های گوناگونی برای پیشبرد منافع ملی خود دارند، اما از دادن نظری مقبول در خصوص کارکرد کل سیستم جهانی عاجزند. مثلا ناسیونالیسم روسی میتواند راهنمای خوبی برای مدیریت امور روسیه باشد، اما ناسیونالیسم روسی هیچ طرح و برنامه‌ای برای بقیه مردمان جهان ندارد. البته جز اینکه ناسیونالیسم به امپریالیسم تغییر ماهیت دهد و ملتی را به فتح قهرآلود کل جهان ترغیب کند و بر جهان حکومت کند. شاید در سده‌های گذشته در واقع بسیاری از ناسیونالیست‌ها چنین سوداهای امپریالیستی در سر داشتند، اما ناسیونالیست‌های امروزی خواه در روسیه، ترکیه، ایتالیا یا چین تا کنون جانبدار فتح سراسر جهان نبودند. خب پس دیدگاهشان در مورد جهان چیست؟ به جای سلطه قهرآلود بر جهان، برخی از ناسیونالیست ها مانند ویکتور اوربان در مجارستان، لگا در ایتالیا، مثل طرفداران برگزیت، رؤیای ملیگرایی صلح‌آمیز انترناسیونال را در سر دارند. آنها استدلال می کنند که همه ملت ها امروزه در واقع با دشمنان یکسانی رویارویند. اهریمنان گلوبالیست، جانبداران چند فرهنگی و مهاجرت، سنت ها و هویت همه ملت ها را تهدید به نابودی می کند. بنابراین حرفشان این است که ناسیونالیست های سراسر جهان باید در هدف مشترک مخالفت با این نیروی گلوبالیست یک دل باشند. مجارها، ایتالیایی ها و بریتانیایی ها باید دیوار بسازند و پلها را ویران کنند تا جابجایی مردم، کالاها و ایده ها کند شود. پس جهان به صورت دولت‌های ملی مجزا تفکیک خواهد شد که هر یک هویت و سنت‌های مقدس خود را دارند و ارتباط آنها با هم بر پایه رعایت احترام برای این هویت‌های متفاوت خواهد بود و همه دولت‌های ملی به صورت صلح‌آمیز با هم همزیستی خواهند داشت. مجارستان مال مجارها خواهد بود، ایتالیا مال ایتالیایی‌ها
و بریتانیا متعلق به بریتانیایی ها و همه از هویت خود آگاه خواهند بود و خواهند دانست مکان و محل درست آنها در جهان کجاست. این دنیایی خواهد بود بدون مهاجرت، بدون ارزش‌های مشترک و مورد قبول همگان، بدون چند فرهنگی و بدون نخبه‌های جهانی، اما با روابط بین‌المللی صلح‌آمیز و اندکی داد و ستد مالی. چکیده کلام این که چشمانداز ملیگرایی انترناسیونالیستی از جهان شبکه‌ای صلح‌آمیز بین باروی قلعه ها. مشکل اصلی چنین دیدگاهی این است که به ندرت باروی قلعه ها پیام صلح و آرامش دارند. هر یک از ملت‌های درون باروها معمولاً کمی زمین بیشتر، امنیت بیشتر و رفاه بیشتری برای خود از همسایه ها طلب می کنند و بدون کمک ارزش های مورد قبول همگان و سازمان های جهانی، قلعه های رقیب بر سر یک قاعده مشترک به توافق نخواهند رسید. تمام تلاش‌های پیشین برای تقسیم جهان به ملیت‌های مشخص در طول تاریخ به جنگ و نسل کشی منجر شده است. البته شما می توانید بگویید اگر من در میان ملتی قوی زندگی می کنم و پشت باروهای محکم همانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان یا روسیه، چرا باید نگران باشم؟ برخی از ملیگرایان موضع انزوا طلب افراطی تری را برمیگزینند. آنها به حکومت جهانی اعتقادی ندارند، اما به ارتباط بین قلعه ها هم در سطح جهانی باور ندارند. در عوض منکر ضرورت هر گونه نظم جهانی اند. آنها میگویند قلعه ما باید پلهای متحرک ارتباطی خود را بالا بکشد و بقیه مردم جهان به جهنم تشریف ببرند. ما باید مانع ورود خارجی ها، کالاها و ایده های خارجی بشویم و تا زمانی که باروهایمان محکم و دیدبانانمان وفادارند، اینکه چه بر سر خارجی ها می آید مهم نیست. اما چنین انزوا طلبان افراطی از واقعیت های اقتصادی غفلت کامل می ورزند. بدون شبکه های تجاری جهانی کل اقتصاد ملی فرو خواهد باشید، حتی اقتصاد کره شمالی. بسیاری از کشورها بدون تجارت جهانی حتی قادر به سیر کردن شکم خود نخواهند بود. بنابراین گاه رهبران ملیگرا اوج سوء استفاده را از شبکه تجارت بین المللی می کنند، اما هیچ یک به طور جدی به فکر خارج کردن کشورشان از این شبکه نیستند و بدون نظم جهانی که قواعد بازی را مقرر کند ما نمیتوانیم شبکه بازرگانی جهانی داشته باشیم. مهمتر از آن این است که صرف نظر از خوش آمدن یا نیامدن ما، امروز بشریت با 3 مشکل بی سابقه مشترک روبروست که در مقابل آن مرزهای ملی مسخره می نماید و فقط از طریق همکاری جهانی قابل حل است. این مشکلات جنگ هسته‌ای، تغییر آب و هوا و اختلال حاصل از تکنولوژی است. شما نمی توانید در مقابل یخبندان بعد از جنگ هسته‌ای دیوار بکشید. شما نمی توانید در مقابل گرمایش زمین حصار بکشید و هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی مقررات هوش مصنوعی و مهندسی زیستی را تنظیم کند، زیرا که همه دانشمندان و مهندسان جهان تحت کنترل هیچ دولتی به تنهایی نیستند. برای مثال، آزمایش مهندسی ژنتیک بر روی انسان را در نظر بگیرید. هر یک از کشورها خواهد گفت ما نمیخواهیم چنین آزمایش را انجام دهیم. ما بچهای خوبی هستیم. اما از کجا بدانیم رقیب ما در حال انجام آن نیست؟ ما به آنها اعتماد نداریم و نمیتوانیم اجازه بدهیم از ما جلو بزنند. پس ما باید قبل از آنها این آزمایش را انجام بدهیم. یا در همین راستا در نظر بگیرید توسعه سیستم اسلحه های خودمختار را، ربات های آدمکش. باز هر کشوری خواهد گفت که یک تکنولوژی خطرناک است و باید به دقت قاعده‌مند شود. اما ما به رقیب‌هایمان در قاعده‌مند کردن اعتماد نداریم. پس باید اول ما آن را بسازیم، چرا که احتیاط اینطور حکم می‌کند.
اما اگر ما به مسابقه تسلیحات هوش مصنوعی یا مسابقه تسلیحات ژنتیکی مجال دهیم، مهم نیست برنده مسابقه چه کسی باشد، چرا که بازنده آن بشریت خواهد بود و تنها چیزی که میتواند مانع چنین مسابقات تسلیحاتی مخربی باشد ساخت دیوار بین کشورها نیست، بلکه ایجاد اعتماد بین کشورهاست که البته غیر ممکن نیست. برای مثال، اگر امروز آلمان ها به فرانسوی ها بگویند به ما اعتماد کنید، ما در یک آزمایشگاه سری در باواریا زیر آلپ ربات آدمکش نمی سازیم. به احتمال زیاد علیرغم تاریخ هراس‌آلود رابطه این دو کشور، فرانسوی‌ها به آلمان‌ها اعتماد می‌کنند. ما نیازمند چنین اعتمادی در سطح جهان هستیم. ما نیازمند رسیدن به وضعیتی هستیم که در آن آمریکایی‌ها و چینی‌ها درست مثل فرانسه و آلمان به هم اعتماد کنند. به همین منوال ما نیازمند ایجاد تور امنیتی در زیر پای بشریم تا بشر را در مقابل شوک‌هایی که به احتمال زیاد هوش مصنوعی به اقتصاد وارد خواهد کرد حفظ کنیم. اتوماسیون در قطب‌های تکنولوژی برتر سیلیکون ولی و شرق چین ثروت جدید انبوهی ایجاد خواهد کرد، اما کشورهای در حال توسعه که اقتصادشان به کار دستی ارزان قیمت وابسته است بدترین اثر و نتیجه آن را احساس خواهند کرد. مشاغل خیلی زیادی برای مهندسان نرم افزار در کالیفرنیا به وجود خواهد آمد، اما شغل کمتری برای کامیونداران و کارگران کارخانه در مکزیک وجود خواهد داشت. جز در صورت یافتن راه حل برای این بحران‌ها در سطح جهانی، همه کشورها گرفتار فروپاشی خواهند شد و آشوب، خشونت و موج مهاجرت ناشی از آن کل جهان را گرفتار بی‌ثباتی خواهد کرد. فکر می کنم به تحولات اخیر اروپا همچون بحران اتحادیه اروپا و خروج بریتانیا از این منظر باید نگریست. خروج بریتانیا به خودی خود ضرورتاً آنچنان هم فکر بدی نیست، اما مسئله واقعی این است که توجه ما به کجاست؟ آیا این خروج چیزی است که باید توجه کامل بریتانیا و اتحادیه اروپا را معطوف خود کند؟ خروج بریتانیا از اتحادیه چه کمکی به پیشگیری از جنگ هسته‌ای می‌کند؟ این خروج چه نقش پیشگیرنده‌ای برای تغییر آب و هوا دارد؟ برگزیت یا خروج بریتانیا چه کمکی به قاعده‌مند کردن هوش مصنوعی و مهندسی زیست می‌کند؟ کاملا آشکار است که خروج بریتانیا از اتحادیه به جای کمک به حل همه این مشکلات آن را دشوارتر می‌کند و هر دقیقه‌ای که اتحادیه اروپا و بریتانیا صرف مسئله برگزیت می‌کنند به معنی صرف یک دقیقه کمتر در حل معضل آب و هوا و بحران هوش مصنوعی است. چنانچه ما مسئله تغییر آب و هوا، قاعده‌مند کردن هوش مصنوعی را ظرف 20 سال سامان نداده باشیم، فرزندان ما با نگاهی به گذشته از ما خواهند پرسید چرا به موقع اقدام نکردید؟ آن وقت پاسخ ما با آنها چه خواهد بود؟ ببخشید بچه ها، ما خیلی سرگرم برگزیت بودیم، به همین خاطر برای این مسائل جزئی وقت نداشتیم. بنابراین برای بقا و شکوفایی در قرن 21 اروپا و بشریت یک پارچه نیازمند همکاری جهانی بهتر است و ملیگرایی نباید مانع غیر قابل عبور این همکاری باشد. می‌دارم برخی سیاستمداران مانند دونالد ترامپ استدلال می‌کنند که بین ملیگرایی و جهانی شدن یا گلوبالیسم تضاد ذاتی وجود دارد و باید گلوبالیسم را کنار گذاشت و به ملیگرایی رو کرد، اما من فکر می‌کنم که این یک اشتباه بنیادین است. تضاد بین ملیگرایی و گلوبالیسم وجود ندارد، چرا که ملیگرایی به معنی نفرت از بیگانگان نیست. ملیگرایی یعنی به فکر هم میهنان خود بودن و در قرن 21 برای حفظ و حراست امنیت و سعادت هم میهنانتان باید با خارجی ها همکاری کنید. این است که فکر میکنم امروزه ملیگرایان خوب باید گلوبالیست هم باشند و تعارضی در میان نیست.
جهانی شدن یا گلوبالیسم به معنی وانهادن همه سنت ها و وفاداری های ملی نیست و به معنی باز کردن مرزها برای مهاجران بیشمار هم نیست. یک نظریه توطئه در جریان است، از جمله در اتریش، به این عبارت که گلوبالیست ها خواستار لغو هر گونه محدودیتی برای مهاجرتند و میخواهند 10 میلیون خارجی به اروپا سرازیر شوند. اما این نظر واقعا بی‌معناست. من تنی چند از گلوبالیست ها را میشناسم و هیچ یک خواستار چنین چیزی نیستند. گلوبالیسم دو معنی خیلی فروتنانه و معقول دارد. نخست، گلوبالیسم یعنی پایبندی به قواعد جهانی. این قواعد یگانه بودن ملت ها و وفاداری را که فرد به میهن خود باید داشته باشد را انکار نمی کند، بلکه قواعد جهانی فقط روابط ملت ها با یکدیگر را نظم می دهد. روش درست اندیشیدن درباره آن یا یک الگوی خوب برای آن جام جهانی فوتبال است. جام جهانی رقابت بین ملت هاست و مردم اغلب علاقه و وفاداری شدیدی به تیم ملی خود دارد. اما در این حال جام جهانی فوتبال نمایش شگفت‌انگیز هماهنگی در سطح جهان است. فرانسه و کرواسی بدون داشتن توافق روی قواعد بازی مشترک نخواهند توانست در مقابل هم بازی کنند. 1000 سال پیش، یعنی در قرن 11، محال بود بتوانیم کسانی را از فرانسه، کرواسی، ژاپن و آرژانتین به روسیه بیاوریم تا با هم بازی کنند. حتی اگر شما به نوعی مسئله فراهم آوردن امکانات برای سفر و گرد هم آمدن آنها را حل می کردید، آنها هرگز بر سر یک قواعد یکسان با هم به توافق نمی رسیدند. اما امروزه این کار را می کنند و این نمود عملی گلوبالیسم است. اگر شما جام جهانی فوتبال را دوست دارید، پس باید گفت شما گلوبالیست هستید. اصل دوم گلوبالیسم این است که گاه لازم می شود که منافع جهانی، البته همیشه نه ولی گاهی، برای مثال در جام جهانی فوتبال تمام تیم‌های ملی توافق دارند که از استفاده مواد دارویی برای بالا بردن عملکرد قهرمانان خودداری کنند. حتی اگر شما قادر به بردن جام جهانی از طریق دادن دارو به بازیکنان خود باشید، نباید این کار را بکنید، چرا که اگر چنین کنید تیم‌های دیگر کار شما را تقلید و تکرار خواهند کرد و جام جهانی به جای اینکه مسابقه بین بازیکنان باشد، تبدیل می شود به مسابقه بین شیمیدانان بیولوژیک. نتیجتاً ورزش از بین می رود. همانند فوتبال، در اقتصاد نیز نیازمند برقراری تعادل بین منافع ملی و منافع جهانی هستیم. حتی در جهانی گلوبالیزه شده، بخش بزرگی از مالیات هایی که شما میپردازید صرف تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش و پرورش میهن شما می شود. اما گاه ملت ها روند توسعه اقتصادی یا فناوری خود را کند می کنند تا از مصیبت های چون تغییر آب و هوا و گسترش تکنولوژی های خطرناک پیشگیری کنند. بنابراین گلوبالیسم هدفش تشکیل دولت جهانی که نظریه غیر عملی و خطرناکی است نمی باشد، بلکه هدف بیشتر داشتن هماهنگی است، نه همشکلی. درست مانند نواهایی است که در یک ارکستر نواخته می شود. سازها متفاوتند اما در هماهنگی با هم می نوازند. اگر همه سازها از یک نوع باشد، آهنگ بیجان خواهد بود و اگر هر دستگاهی ساز خودش را بزند، صدای ناخوشایندی بیرون خواهد آمد. ما نیازمند یافتن یک راه میانه متعادلیم. اتحادیه اروپا تاکنون در تاریخ بشر موفق ترین اقدام در یافتن این راه میانه و ایجاد هماهنگی مؤثر بین صدها میلیون نفر بدون تحمیل همشکلی بوده است، بدون تحمیل حکومت واحد، زبان واحد یا ملیت واحد بر همگان. و من واقعا امیدوارم که تجربه هماهنگی بدون همشکلی اروپا الگویی باشد برای کل بشریت. اروپا الگوی جهان باشد و اساساً دیدگاه من به اروپا این است که اروپا باید به جهان بیاموزد که
بدون تحمیل یک سیستم حکومتی مسلط بر همه همکاری صلح‌آمیز داشته باشند. اکنون در نتیجه گیری همه آنچه گفته شد در بازه زمانی چند ماه آینده، چند سال آینده چه معنایی میتواند داشته باشد؟ به نظر من معنایش این است که در چارچوب دولت‌های ملی موجود به مشکلات و منافع جهانی بهای بیشتری داده شود. انتخابات اتحادیه اروپا در راه است و بعد انتخابات داخلی. وقتی زمان انتخابات میرسد، سفارش من به شما این است که وقتی سیاستمداران از شما میخواهند که برایشان رأی بدهید، 4 سوال از آنها بپرسید. نخست، اگر انتخاب شوید چه اقداماتی برای کاهش خطرات تغییر آب و هوا عملی خواهید کرد؟ چه کارهایی برای تنظیم و قاعده‌مند کردن تکنولوژی‌های اختلال آفرین مانند هوش مصنوعی و مهندسی زیستی انجام خواهید داد؟ و سرانجام جهان را در سال 2050 چگونه می‌بینید؟ بدترین سناریوی شما و بینش شما برای بهترین سناریو چیست؟ چرا که ما باید نسبت به آینده بینش داشته باشیم و اگر برخی از سیاستمداران از فهم این سوالات عاجز بودند، اگر بی آنکه بتوانند چشمانداز معناداری برای آینده داشته باشند، یک ریز در مورد گذشته سخن گفتند، به آن سیاستمداران رأی ندهید. متشکرم. مجری: متشکرم آقای حراری، خیلی متشکرم. سپاس از آقای حراری برای تفکر خوشبینانه و در عین حال واقع بینانه در مورد معجزات لیبرالیسم، بالا رفتن دیوارها و ارتباط گلوبالیسم با جام جهانی فوتبال. یک بار دیگر از شما سپاسگزاری می کنم. بخش دوم، سخنرانی های صدر اعظم اتریش و پروفسور حراری در اتاق بازرگانی اتریش. این بخش اختصاص داره به سخنرانی صدر اعظم اتریش در پاسخ به مسائلی که پروفسور حراری مطرح کردند و علاقمندم در این قسمت به اطلاع عزیزانم برسونم که به زودی ما یک سخنرانی تقریبا طولانی از نوام چامسکی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد و همچنین مهمتر از اون یک در واقع سخنرانی در ارتباط با روانشناسی فرهنگ که به نظر من برای عزیزانی که به ایده های آقای حراری علاقه دارند مهم هست. یعنی اون افراد دقیقاً به این مسئله هم قطعاً علاقمندند که بدونند این سوالی که همیشه در ذهن بوده که چرا انقلاب مشروطه ایران، جنبش دکتر محمد مصدق و همچنین انقلاب 57 به دموکراسی نینجامید. در واقع پاسخ این سوال در اون سخنرانی داده خواهد شد و اگر با مطالبی که در اون سخنرانی مطرح میشه و عناصری که برای وجود دموکراسی در یک جامعه به عنوان ارزش‌های فرهنگی برشمرده میشه موافق باشیم، دیگه این سوال رو یا این گفته رو مطرح نخواهیم کرد که ایران میتونست در فلان وقت دموکراسی داشته باشه ولی فرصت رو از دست داد، یا هنوز هم شاید کسانی که آرزوی داشتن دموکراسی در ایران رو دارند در اندیشه و فکر خودشون تجدید نظر کنند و شاید به این نتیجه برسند که تا اون عناصر لازم فرهنگی در جامعه نباشه دموکراسی امکان نداره به وجود بیاد. حالا ترجمه سخنرانی. مجری: متشکرم آقای رئیس. من شخصا درگیر کار تلفیق امکانات جدیدی هستم که تکنولوژی های جدید در اختیار گذاشته با شوق و شعف اروپاییان. حالا پس از این دو سخنرانی پرشور علاقمندم از صدر اعظم فدرال سباستیان کروز دعوت کنم که به جایگاه تشریف بیاورند و دوست دارم تکرار کنم چقدر خرسندیم که ایشان توانستند برای امروز وقت اختصاص دهند و اکنون میتوانند ما را با چشماندازهای سیاسی موضوعات حاضر آشنا کنند. خیلی متشکرم. صدر اعظم اتریش: عصر بخیر خانم ها و آقایان. آقای
هارالد ماهرر، سپاسگزارم از دعوت شما. علاقمندم از جانب همه مهمانان از شما به خاطر فراهم آوردن فرصت ملاقات پروفسور هراری و شنیدن سخنان ایشان تشکر کنم. پروفسور عزیز، حضور شما امروز در اتریش افتخار بزرگی است برای ما. از شما برای قبول دعوت هارالد ماهرر تشکر می کنم. شرکت در گفتگوهایی که شما در آن حضور دارید مایه مسرت است و نیز گوش دادن به سخنان شما و امکان گفتگو با شما سعادتی است. من یک سخنرانی آماده کرده بودم درباره سیاست اروپا و مسائلی که همکنون در سطح اروپا درگیر آنیم. اما پس از آن که شما در پایان سخنرانیتان اظهار کردید که هر سیاستمداری که می‌خواهد انتخاب شود باید به 4 سوال پاسخ دهد، فکر کردم، البته معمولا این کار را نمی کنم، که ظرف 3 هفته انتخابات داریم. پس با خود گفتم خب شاید این زمان مناسبی برای کنار گذاشتن و عبور از کنار مطلب نباشد. چند یادداشت خوب برداشتم و تلاش خواهم کرد چند پاسخ بدهم تا نشان دهد که ما می توانیم کم و بیش پاسخهای خوبی برای آن سوالات داشته باشیم. البته شاید این مطالب چندان هم در نزدیکی انتخابات کم اهمیت نباشد. شوخی به کنار، میخواهم اندیشم را درباره 4 نکته که گفتید با شما به طور فشرده در میان بگذارم. به ویژه در نکته یا سوال 4، یعنی چشمانداز سال 2050. در سال 2050 چه پیش خواهد آمد یا سفر تاریخ ما را به کجا خواهد رساند. اما ابتدا به 3 سوال نخست شما هم اختصاراً خواهم پرداخت. برای احتراز از جنگ اتمی چه میتوان کرد؟ تصور میکنم به عنوان کشور اتریش که مشخصاً ارتش قوی و بزرگی ندارد، ما فقط میتوانیم بگوییم که ما در سطح بین المللی، ترجیحاً در سطح سازمان ملل، همکاری و مساعدت خواهیم کرد. من فکر میکنم این تنها راه نزدیک کردن دولت‌ها به هم و احتراز از تنشی است که وجود دارد و در برخی مقاطع ممکن است باعث درگیری نظامی شود. برای پیشگیری از تغییر آب و هوا چه میتوان کرد؟ باور من این است که تا جایی که به ما مربوط است و کمکی که ما میتوانیم بکنیم، البته موضوع به لحاظ کوچک بودن کشورمان قابل مدیریت است. محاذا موضوع هنوز قابل بحث است. در این مورد من 2 چیز را مد نظر دارم. از یک سو ما باید تکلیف خود را انجام دهیم و آن به ویژه کاهش دادن ایجاد کربن در حمل و نقل است، چرا که ما در قیاس با حوزه‌های دیگر از این لحاظ در بدترین موقعیت قرار داریم. این حوزه است که بیشترین نیاز برای فعال شدن ما در آن وجود دارد و فراتر از آن باید بگویم که ما در سطح بین‌المللی می توانیم با تکنولوژی پیشرفته انرژی قابل بازیافت بیشترین مساعدت را به عمل آوریم. دیدن اینکه شرکت‌های اتریشی زیادی وجود دارد که در سراسر جهان برای کمک به دولت‌ها به آنها تکنولوژی استفاده از انرژی قابل بازیافت می‌فروشند جالب است. در ارتباط با هوش مصنوعی، من فکر می‌کنم پیش از آن که بیشتر در مورد تنظیم مقررات سخن بگوییم، هدف باید این باشد که کاملاً ارتباطمان با هوش مصنوعی قطع نشود. وقتی من مبالغی را که در اروپا سرمایه گذاری شده با آنچه برای مثال در چین سرمایه گذاری شده مقایسه می کنم، صادقانه بگویم که در این بره بزرگترین هراس مسئله چگونگی تنظیم مقررات نیست، بلکه چگونگی احتراز از قطع رابطه با هوش مصنوعی و از کنترل خارج شدن آن است. خود تنظیم مقررات به نظر من چیزی است که باید در سطح اروپا انجام شود. ما در سطح اروپا اعطای سوبسید را برای شایستگی ها در این زمینه ارتقا می دهیم، حالان که این موضوعات باید در هر کشور عضو و هر منطقه جغرافیایی دیگر هم در صورتی که ممکن باشد مورد توجه قرار گیرد. اما زمینه هایی هم هست که مستلزم همکاری است. من تصور می کنم هوش مصنوعی حوزه است که نه تنها ما بلکه بسیاری از کشورها برای پرداختن آن به تنهایی زیادی کوچکند، هم برای پیشبرد تحقیقات و هم برای تنظیم مقررات. و حالا شاید جالبترین نکته که میخواهم با آن بپردازم،
چشمانداز سال 2050. چگونه جهان میتواند پیش برود؟ و باید اقرار کنم که تا چند سال پیش من احتمالاً در پاسخ به تئوری شما در ارتباط با 3 مسیر فاشیسم، کمونیسم و دولت‌های لیبرال دموکرات میگفتم که نتیجه بازی در دولت‌های آزاد اروپا مسلم شده. زمان کمونیسم و فاشیسم سر آمده، در سرتاسر جهان غرب لیبرال دموکراسی فائق آمده و در مسیر کسب موفقیت در باقی کشورهای جهان است. بعضی مناطق زودتر به آن دست یافتند و برای دیگران کمی بیشتر طول خواهد کشید. پس فقط یک برنده بود، همین لیبرال دموکراسی. نظر من در این زمین اندکی تغییر یافته، اگرچه هنوز فکر می کنم که اگر نظراتی برای مصادره در آلمان یا پیام‌های فاشیستی در جاهای دیگر وجود دارد، همه این پیام‌ها هنوز به عنوان حماقت‌های پشت سر نهاده بشر به نظر می‌رسد، اما چشمانم در سالهای اخیر در ارتباط با تحول و تحرکات سایر بخش‌های جهان بازتر شده. من فکر می کنم بزرگترین امتیاز دولت‌های لیبرال دموکرات و دموکراسی در 70-80 سال گذشته در اروپای غربی از جنگ دوم به بعد این بود که فرایند دموکراتیک دولت‌های لیبرال دموکرات پیوسته با موفقیت‌های اقتصادی همراه بود. یعنی هر یک از شهروندان کشور ما درک کرده بود که سیستم نه تنها آزادی به ارمغان می‌آورد، بلکه کم و بیش ارتقاء مستمر سطح زندگی را نیز به همراه دارد. این پیشرفت چشمانداز هر فرد و تک تک خانواده ها را به زندگی بهینه می کرد. فراهم آوردن امکان پیشرفت برای نسل‌هایی که تربیت می کردیم پیوسته موفق بود و فکر می کنم اکنون با چالش بزرگی روبرو شده ایم که شاید دیگر نتوانیم دست در دست هم در مسیر پیشرفت باشیم. در جامعه خود ما در اتریش و همچنین در اروپا مطالعات هرچه بیشتری را می‌بینیم که حاکی از آن است که شاید نسل ما در خط نسل‌های قبل نیست و ما نخواهیم توانست سطح رفاه را در حدی که نسل قبل تأمین کرد نگه داریم. نتیجه در سطح بین المللی اندوهبارتر است. 1 هفته پیش من در نمایشگاه راه کمربندی در چین بودم. توضیح: پروژه ساخت جاده ابریشم قدیم از چین تا روتردام در اروپا و سپس به آفریقا و بعد خاورمیانه و بازگشت آن به صورت کمربندی به چین که نمایندگان کشورهای مختلف جهان به آن دعوت شده بودند. چین اعتماد به نفس بسیار بسیار زیادی پیدا کرده و زور بازو نشان می‌دهد. معاون رئیس جمهور شنز آنجا بود و او ادعای ناگفته‌ای را در سخنان خود گنجاند که نظم و سیستم موجود در چین در واقع شدیداً به پیشرفت اقتصادی در اروپا و در سیستم ما وابسته است و من فکر می‌کنم همکنون چالش بزرگ فرموله کردن این پیام است و رساندن آن به کشورهایی چون اوکراین، کشورهای بالکان غربی و دولت‌های آفریقایی. سیستم ما را برگزینید، علیه فساد مبارزه کنید، دموکراسی واقعی را پایه‌گذاری کنید، یک دولت لیبرال دموکرات داشته باشید که کار کند و متوجه باشید که گزینش این شکل از حکومت با دریافت پشتیبانی و حمایت از سوی ما ارتباط تنگاتنگ دارد. از رشد اقتصادی بهره مند شوید. همزمان با این ایده ما، ایده ها و نظرات کاملا متفاوتی نیز ترویج می شود. این ایده ها در تقابل با ایده های ماست که کشوری که در واقع دموکراتیک نیست، یعنی با قدرت و با اعمال محدودیت اداره می شود، شاید با اندکی آزادی محدود می تواند از نظر اقتصادی به همان میزان یا حتی بیشتر از ما موفق باشد. و با تکیه بر این نکته علاقمندم پس از این گشت و گذار ذهنی در مورد تز خودم نتیجه گیری کنم. من باور دارم بهترین چیزی که در چشمانداز سال 2050 میتواند اتفاق افتد این است که به عنوان دنیای غرب، به عنوان اتحادیه اروپا، توفیق ما با موفقیت اقتصادی توأم باشد، چون بر آن متکی است، چون ما با چالش‌های انبوهی در جامعه خود رویاروی خواهیم بود
باور کردنی نیست که ما بتوانیم سیستم خودمان و ارزش‌های محوری آن را ارتقا دهیم مگر اینکه سیستم و ارزش‌های ما توأم با اندکی از سطح رفاه باشد و اگر الگوی ما ارتباطی تنگاتنگ با عملکرد و موفقیت اقتصادی ما نداشته باشد، ارتقاء الگوی دموکراسی یا دولت‌های مبتنی بر قانون اساسی ما و ارزش‌های محوری آن در باقی کشورهای جهان مقدور نخواهد بود. فکر می‌کنم اگر ما رقابت پذیری خود را به عنوان اتحادیه اروپا از دست بدهیم، شرایط برای ارزش‌های محوری ما، دموکراسی، قواعد حقوقی و همه چیزهایی که ما در اروپا و اتریش برایش قداست قائلیم، تیره‌تر و تاریک‌تر خواهد شد. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، گفتگوی آقای حراری و صدر اعظم و همچنین آقای ماهر رئیس اتاق بازرگانی در بخش سوم که بخش آخر این در واقع برنامه در خصوص آینده اروپا خواهد بود خدمت شما تقدیم میشه. آینده اروپا بخش سوم، سخنرانی و گفتگوی پروفسور حراری رئیس اتاق بازرگانی اتریش و صدر اعظم اتریش. نکته رو که در ابتدا میخوام خدمت عزیزان عرض کنم این هستش که تمرکز پروفسور حراری بر مسائل کلی و جهانی و آینده است و یک در واقع میشه گفت زمینه وسیع‌تری رو در نظر میگیره و در مقایسه تمرکز رئیس اتاق بازرگانی آقای ماهرر و همچنین صدر اعظم بر مسائل روز اتریشه، یعنی با اینکه آینده رو در نظر میگیرن ولی تمرکزشون بر روی اون روزه و بر روی باقی موندن اتحادیه اروپا که آرزوی اروپایی ها بود. از زمان شارلمانگ اولین تلاش صورت گرفت و اون در واقع امپراتوری روم مقدس که نه امپراتوری بود و نه مقدس به راه افتاد تا اینکه تلاش دیگر رو ناپل اون به عمل آورد برای اینکه اروپا رو متحد کنه، اما اروپا متحد نشد و گرفتار دو جنگ خانمانسوز شد که در واقع تأثیرش بر سر تا سر جهان بود و سومین تلاش اتحادیه اروپا است و ظاهراً نمیخوان این تلاش با شکست مواجه بشه. بنابراین تمرکزشون در درجه اول روی اقتصاد اتریش و در درجه دوم اتحاد اروپا است تا آینده بشریت. اما آقای حراری در واقع بیشتر به آینده بشریت و آینده جهان نظر داره. مجری خطاب به صدر اعظم اتریش: سپاسگزارم، میخوام از شما تقاضا کنم که روی صحنه بمانید چون میخوام از هارالد ماهرر و آقای حراری درخواست کنم که روی صحنه بیایند و میخوام از شما تقاضا کنم که روی آخرین صندلی بنشینید. بله، همانگونه که بیشتر اعلام شده بود، افتخاری است برای ما که هر سه نفر گفتگو را درباره آینده و الگوی اروپا ادامه دهند. شاد باشید. آقای ماهرر: متشکرم آقای صدر اعظم و پروفسور حراری. تصمیم گرفتیم که نظرات حاضر را به انگلیسی و آلمانی داشته باشیم. نخستین سوال که صدر اعظم اندکی به آن پرداختند این خواهد بود که آیا ما توسعه چین را دست کم میگیریم؟ آیا این درست است که روند توسعه در چین چنین و چنان سریع است، به خصوص در زمینه هوش مصنوعی و در نبود مقررات مربوطه آنها از ما پیشی خواهند گرفت؟ نظر شما در این مورد چیست؟ میکروفون را در اختیار دارید. پروفسور حراری: فکر می کنم دو اتفاق همزمان رخ می دهد. فکر می کنم مردم در اروپا و همچنین در ایالات متحده پیشرفت عظیم چین در زمینه‌های هوش مصنوعی و زمینه‌های دیگر را دست کم می‌گیرند. بسیاری از مردم این حس را دارند که بله، آنها یاد گرفتند کالای ارزان بسازند و هرچه بیشتر و بیشتر در حال کپی کردن تکنولوژی غرب هستند، اما این بیشتر کپی کردن و دنبال روی از غرب است. اما دیگر اینطور نیست و قطعاً در عرصه‌هایی مانند اقتصاد،
اقتصاد رایانه‌ای و هوش مصنوعی چنین نیست و کار چین از کپی کردن فراتر رفته. بیشک در عرصه اقتصاد رایانه‌ای هوش مصنوعی از بسیاری از جهات در زمینه‌های چینی‌ها جلو زده‌اند و راه‌های گوناگونی اندیشیده‌اند که در خیلی از موارد می‌تواند از نظر تکنولوژی حتی از راه‌های بهتری به نسبت راه‌هایی که ما داریم تلقی شود. پس از یک سو این مطلب باید مد نظر باشد و از سوی دیگر به تصور من ترس زائدی از پیشرفت فعلی چین وجود دارد و همان گونه که در صحبت‌هایم گفتم بدترین نتیجه برای بشریت به طور کلی درگیر شدن در ذهنیت مسابقه تسلیحاتی بین چین و غرب است و این تصور که برنده همه چیز را از آن خود خواهد کرد، چون با عنایت به سرشت تکنولوژی مورد بحث همون گونه که گفتم صرف نظر از اینکه برنده مسابقه چه کسی باشد، بشریت بازنده آن است. این بدان معناست که با ذهنیت مسابقه تنظیم مقررات این تکنولوژی های بسیار خطرناک غیر ممکن خواهد بود، خواه هوش مصنوعی و خواه مهندسی ژنتیک، چرا که هر یک از طرفین ادعا خواهد کرد که ما خود را نمیتوانیم محدود کنیم و نمیتوانیم به طرف مقابل اعتماد کنیم، پس بدترین نتیجه حاصل خواهد شد. پس من فکر میکنم که ما نیازمندیم دو اندیشه را با هم تلفیق کنیم. از یک سو قدردان پیشگام بودن و نوآوری های چین باشیم که دیگر کارش فقط کپی برداری از غرب نیست و از سوی دیگر تلاش کنیم یا حداقل فرصت به وجود آمدن نظم حاکم مبتنی بر همکاری بیشتر را ایجاد کنیم و فوراً گرفتار ذهنیت مسابقه نشویم که نه آنها از ما جلوترند، باید همه چیز را رها کنیم و به نحوی از آنها جلو بزنیم. رئیس اتاق بازرگانی: ما فعلا همکاری خوبی برای هدایت کشور در مسیر توسعه نوآوری داریم، اما حالا من به اظهار نظر شما درباره نمایشگاه جاده ابریشم خواهم پرداخت. شما مبلغ سرمایه گذاری شده اروپا در هوش مصنوعی را با سطح سرمایه چین مقایسه کردید. آیا حالا باید ناقوس پومرین کلیسای بزرگ وین را کمی بلندتر به صدا درآوریم تا توجه شرکای اروپایی خودمان را جلب کنیم؟ صدر اعظم اتریش: خب ابتدا فکر می کنم که می توانیم به بسیاری از موفقیت‌های فعلیمان ببالیم. اتریش در عرصه سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه دومین کشور جهان است و ما اکنون در اتحادیه اروپا دومین کشوری در سطح ملی شبکه 5G را ساخته ایم. من فکر می کنم که ما کارهای خوب زیادی انجام می دهیم، اما درست است، من کاملا با شما موافقم. من از آنچه شما گفتید پشتیبانی می کنم. فکر می کنم تا جایی که به مذاکرات در چارچوب اقتصادی جدید در اتحادیه اروپا مربوط است، تراش جدیدی به قلم دادن برای کل چارچوب تحقیق و توسعه درباره هوش مصنوعی برای ما شدیداً سودمند است و این نظر واقعی رایانه است. احساس من این است که در اتحادیه اروپا این آگاهی وجود دارد که ما در خطر عقب ماندن در نوآوری هستیم. فزون بر این، به باور من هنوز فرصت‌هایی برای بارور کردن نوآوری با تحمیل مقررات کمتر وجود دارد. بسیاری از ملت‌ها در جهان می‌توانند با ایجاد مناطق آزاد از مقررات که در آن شرکت‌ها و تشکیلات مستقل اقتصادی می‌توانند توسعه یابند، کمی سریعتر به توان حد اکثری خود برسند تا تحت محدودیت و در مواردی تحت مقررات محدود کننده افراطی. در آن صورت تصور می‌کنم فضا برای پیشرفت وجود خواهد داشت. من از این واقعیت در گردهمایی کمربندی و جاده مطلع شدم و به این علت بود که تلاش کردم سرعت باور نکردنی چین را با ابعاد غیرقابل تصورش تشریح کنم. آنها سالن‌های کنفرانسی می‌سازند که به عظمت یکی از شهرهای ماست. اگر قصدشان این باشد که یک کلان شهر برای اسکان میلیون‌ها نفر بسازند، تصمیم اصلی گرفته می‌شود و ظرف چند سال همه چیز به طور کامل آماده و ساخته می‌شود. هرچند که همه شرکت‌ها اساساً تحت نفوذ حزب کمونیست است، بدیهی است که تشکیلاتی مثل علی بابا، سایت
عرضه کالا و معاملات تجاری توسعه پیدا می کند و نقش رهبری آن حرفه را در جهان به دست می گیرد و چنین کاری از نظر حزب مجاز است. به این علت است که فکر می کنم سرعتی که همکنون در جاهای دیگر دیده می شود در قیاس با آنچه اینجا رخ می دهد چشمگیرتر است. ما در گفتگوی نخستمان به این مطلب پرداختیم و شما گفتید هر وقت آنجا هستید، یعنی در چین، همیشه باید سخت کار می کردید چون همه در حال سخت‌کوشی بودند و اینکه میل به موفق شدن در همه جا حضور داشت. من همین حس را کردم. ما در برخی موارد در قیاس با سایر نقاط جهان این حس حالت رفتاری شتابناک را داریم. این قطعا مرا به فکر فرو میبرد. رئیس اتاق بازرگانی: اروپا کمی نیاز به آچارکشی دارد. پس از گفتگویی که داشتیم ما حسمان این بود که در واقع شما به عنوان مدل سوم در کنار مدل آمریکایی و چینی مدل اروپایی را بسیار جذاب می‌یابید. حالا صدر اعظم در کنار شماست که در اروپا تا حدی نفوذ دارد و ما در تلاشیم که تا حدی باعث پیشرفت چیزی در جبهه اقتصادی باشیم. اگر از شما بپرسیم که کدام پیچ در اروپا در این آچارکشی برای حصول اطمینان از موفقیت مدل اروپایی باید سفت‌تر شود، راهنمود شما چه خواهد بود؟ بر تقدیر شما اشراف بی گفتگویی به مسائل در سطح جهان دارید. پروفسور هراری: من تصور میکنم اروپا از الگو برداری از آمریکا یا چین باید خودداری کند و راه خود را بیابد. پس برای مثال درباره تنظیم مقررات این کار باید با دقت زیاد انجام شود، اما بحث مقررات خود ایجاد موقعیت می کند. اروپا در قیاس با آمریکا و چین مقررات سفت و سخت‌تری در عرصه‌های حریم خصوصی دارد که این از یک دید خود مانع و رادع توسعه شرکت‌های اروپایی و تکنولوژی اروپا در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی است که بر اساس گردآوری حجم کلانی از داده‌ها ساخته می‌شود. اما می‌توانید به عرصه این حریم به عنوان یک صندوقچه ناگشوده قابل بهره برداری که آمریکا و چین از آن بهره نگرفته‌اند نگاه کنید که می‌توانید تکنولوژی خلق کنید، یعنی هوش مصنوعی و هر چیز مربوط با آن یا مربوط به اینترنت و غیره که با تمایل بشر برای حفظ حریم خصوصی همسو باشد و محصولاتی توسعه بدهید که متفاوت است و به مصرف کننده بگویید خب اگر کارایی می‌خواهید این محصول چینی را بخرید، اما اگر حراست از حریم خصوصیتان را می‌خواهید محصولات اروپایی در این زمینه استاندارد طلایی دارد و این در موقعیت‌های فراوان و برای بسیاری از مردم می‌تواند یک راهبرد برنده محسوب شود. اگر فقط بگویید خب بیایید چین را الگو قرار دهیم، خیلی غیر محتمل است که اروپا فقط بتواند چین را الگو قرار دهد، زیرا شرایط این دو کاملا متفاوت است. استاندارد زندگی چینی ها خیلی پایین تر از اروپایی هاست. تاریخ چین با تاریخ اروپا متفاوت است. چینی ها این زخم هولناک عقب ماندن در انقلاب صنعتی را هنوز بر تن دارند و برای بیش از یک قرن کشورشان را قدرت‌های صنعتی فتح و آنها را استثمار کرده اند و بخش بزرگی از انگیزه پیشکسوت شدن آنها همان زخم ملی است که دیگر نمی‌خواهند باز هم عقب بمانند و ایجاد چنین حس شتابی در اروپا بسیار دشوار خواهد بود. پس من فکر می‌کنم اروپا باید راه دیگری برای نیل به مقصود بیابد. باز اگر چینی ها و همچنین آمریکایی ها این ابزار توانمند نظارت بر مردم را توسعه می دهند، در چین نظارتشون بیشتر دولتی است و در آمریکا اکنون آن را نظارت کاپیتالیسم می خوانند. همه شرکت های بزرگ همانند آمازون، فیسبوک یا گوگل شما را می پایند. پس رقابت با آمریکا در آن زمینه دشوار است. اروپا می تواند کار دیگری بکند. ابزار هوش مصنوعی برای پوشش مردم از نظارت حکومتی یا شرکت ها را بسازد.
بازار بزرگی برای محصولات هوش مصنوعی جانبی وجود دارد، درست مثل ضد ویروسی که روی کامپیوترتان دارید که در مقابل بدافزارها از کامپیوتر شما حفاظت می کند. شما حالا به یک ضد ویروس برای ذهنتان نیاز دارید تا در مقابل سوء استفاده از توجه و دقت شما از شما حمایت کند، در مقابل نفوذ از حریم خصوصی شما دفاع کند. بازار بزرگی برای این وجود دارد که فعلا رقابت کمی در آن هست و این عرصه است که اروپا میتواند در آن پیشی بگیرد. مثال دیگری براتون بزنم. اندیشه نهفته در پس بسیاری از ابزارهای جدیدی که در کالیفرنیا و شرق چین درست می شود این است که چطور این توان به شرکت‌ها و دولت اعطا شود که از مردم اطلاعات جمع کنند، روی آنها تأثیر بگذارند و کنترلشان کنند. اما بازار بزرگی برای نوعی تکنولوژی تقابل با این اقدامات وجود دارد، به این معنی که چگونه شهروندان و افراد می توانند بر دولت نظارت کنند، برای مثال نظارت بر فساد دولت. و به محض اینکه بحث از نظارت بر دولت در بسیاری از کشورهای جهان به میان آید، دولتی‌ها خواهند گفت نه 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 نه، نظارت دولت به مصلحت شهروندان است، اما دولت نمی‌خواهد پیوسته زیر نظر مردم باشد. اما این واقعیتی است که بازار بزرگ و فرصت بزرگی در این زمینه برای توسعه هوش مصنوعی وجود دارد. اندیشه اصلی این باید باشد که هر تکنولوژی قابلیت کاربرد به شیوه‌های گوناگون را دارد، از جمله به وجود آوردن حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر یا جامعه آزاد. جامعه آزاد هم به دلیل اهمیت ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و حریم خصوصی برای اروپا و هم به این دلیل که چون اروپا در این زمینه عقب‌تر از چین و آمریکاست، برایش دشوار خواهد بود که هم با دست چین بازی کند و هم برنده شود یا در بازی آمریکایی آمریکا را مغلوب کند. پس تصور می کنم که فضای کافی برای اروپایی ها برای تدارک دیدن بازی خودشان وجود دارد که به گمان من به نفع کل بشریت خواهد بود، چرا که اگر بشریت به جنگ غول‌های مسابقه هوش مصنوعی یعنی چین علیه آمریکا سپرده شود، شوربختی همگانی در انتظارش است و اگر اروپایی ها پایه سوم این بازی باشند و به زبانه‌های آتش این جنگ و مسابقه آب بپاشند آن را پایین بیاورند، به نفع اروپا و به نفع همه بشریت خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی: حتی اگر در این بحران اندیشه‌ها شدیداً در قالب تمرکز بر تجارت و سود باشد، با عنایت به زمینه دقیقی که پروفسور حراری مطرح کرد، یعنی شما گفتید اروپا باید قوی‌تر و بهتر باشد. من تصور می‌کنم که کسانی که در عرصه تجارت حضور دارند هم علاقمند باشند. چطور متحدشان کنیم؟ چطور تعهد آنها را برانگیزیم؟ به بیان دیگر، چه ابتکار سیاسی را از طرف اتریش می توانیم مطرح کنیم که اروپا را بهتر و قوی‌تر کند؟ صدر اعظم: خب این که بپنداریم ما در سطح اروپا به سادگی توان داریم آنچه را درست می دانیم پیش ببریم، خیال باطلی بیش نیست. اما تصور می کنم حداقل می توانیم این حق را برای خود قائل باشیم که در تغییرات تأثیر بگذاریم و با سایر شرکای اروپایی به گفتگو بنشینیم. نگرانی من این است که بسیاری از کسان زیادی با شرایط موجود راحت و هماهنگند یا زیادی از ورود به بحث بیم دارند، چرا که میترسند کنترل را از دست بدهیم. فکر میکنند انگلیسی‌ها اتحادیه را ترک میکنند، پس باید از بحث‌های طولانی اعتراض کنیم پیش از آن که بقیه هم به نتیجه مشابه برسند. و من فکر میکنم که این تحولات نسبتاً مخاطره آمیز است، چون اگر به اتحادیه اروپا در چند سال گذشته نظر بیاندازیم و این گفته را با احساس عمیق یک فرد حامی اروپا به عرض میرسانم، اگر با یکدیگر رو راست باشیم، در واقع به نقطه‌ای رسیده ایم که باید بگوییم که اتحادیه اروپا به دلایلی سر پاست. برخی از جلسات شورایی ما آخر شب در حالتی به پایان میرسد که پس از پایان بحث برمیخیزیم و با شگفتی فکر میکنیم که
یک بار دیگر بالاخره مسئله حل شد. انگاری به جای رسیده باشیم که فرصت پیشبرد یک چشمانداز امیدبخش به ما داده شده باشد و این باید ما را به فکر فرو ببرد. من در این بره انتخابات را فرصتی مغتنم می شمارم، نه تنها به خاطر پارلمان اروپا، بلکه به این دلیل که انتخابات به تشکیل کمیسیون جدید می انجامد، نوعی تغییرات کلی، آدمهای جدید و من فکر می کنم اساساً آن تیم خواهد بود که از نوع شروع خواهد کرد و کاری انجام خواهد داد. روی کردی از بنیاد متفاوت نسبت به تیمی که آماده ترک اتحادیه است خواهد داشت، مانند کسی که به فکر بود بعد از ترک شغل و زمانی که دیگر عضو کمیسیون نباشد چه شغل نان و آبداری برای خود دست و پا کند. پس حرکتی به سوی رویکردی متفاوت صورت خواهد گرفت و این به خودی خود خوب است. فکر می کنم فراتر از این لازم خواهد بود در سیاست ها تغییر ایجاد شود. در واقع این را جا انداخته ایم که در قبال هر چالش و بحرانی یک آژانس اروپایی جدیدی داشته باشیم و در آن موارد جایی که واقعا مقررات دست و پاگیر ضرورت پیدا کند به نوعی تغییر مسیر می دهیم یا سیاست های اتخاذ می کنیم که پیامد روشنی از آن نتیجه نشود. کسانی که حرمتی برای مقررات قانونی و دموکراسی در چارچوب اتحادیه اروپا نداشته باشند باید وفق ماده 7 در انتظار پیگرد قانونی باشند. ظاهراً این به شدت اسفبار به نظر می رسد، اما آثار نامطلوبی برای اتحادیه نخواهد داشت، چرا که همه دولت‌های عضو باید روی چنین آثاری توافق کنند. شرایط مربوط به سیاست بودجه گذاری هم به همین منوال است. ما ملاک‌های روشن ماستریخت را برای تخطی داریم، اما راه گریز از طریق تفسیر یا شیوه حل مسائل توسط کمیسیون را نیز داریم. سرانجام این بدان معناست که اگر کشوری به کفایت بزرگ باشد، مثلا مثل ایتالیا یا فرانسه، مجازاتی تحمیل نخواهد شد. در عوض گفته می شود خب این روشی است که فرانسه با آن اداره می شود. تصور می کنم در بلند مدت این ایجاد اشکال کند، به ویژه که اثرات هولناکی بر شیوه رفتار کشورها خواهد داشت. بدیهی است که ممانعتی برای بسیاری از دولت‌ها در برابری جستن و تقلید چنین رفتاری ایجاد نمی کند. در عوض رفتاری شبیه این را باعث می شود که اگر برای فرانسوی اشکال تلقی نمی شود، برای ما هم نباید مشکلی باشد و برخی در آن بره ممکن است بیندیشند که خوب بر ماده 7 دادرسی اثری بار نیست. اگر مجارستان و لهستان و سایرین را به زانو در نمی آورد، برای ما هم اثر مخربی نخواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی: یک موضوع محوری میتواند این باشد. اختصارا وقت نهار درباره این صحبت کردیم. برای شمار زیادی از تشکیلات تجاری و مدیران تجاری، به ویژه آنها که در اینجا مسئولیت دارند، اساسی ترین سؤال این است که آموزش چگونه پیش خواهد رفت. و برای ما دوتا نگرانی بزرگ در طی سالها این بوده که به پیشبرد سیستم آموزش خود ادامه دهیم. شما گفتی تمرکز نمیتواند فقط روی مدارس باشد، بلکه باید روی تجارت هم تأثیر قوی داشته باشد. تغییر در درون اتحادیه‌های صنفی ضرورت قطعی است. اتحادیه‌ها باید تحرک را قربانی نگهداری مشاغل نکنند و اطمینان حاصل کنند که مشاغل جدید ایجاد می شود. در نتیجه تمرکز باید روی افراد باشد. فردی که باید شغلی داشته باشد. می توانید بیشتر در این زمین توضیح بدهید؟ من تصور می کنم برای همه خیلی جالب خواهد بود. پروفسور هراری: بله، یعنی انقلاب تکنولوژی و به ویژه انقلاب اتوماسیونی که با هوش مصنوعی سر و کار دارد، بازاری به مراتب سیالتر و منعطف‌تر به نسبت آنچه تاکنون دیده ایم ایجاد خواهد کرد. بسیاری از مشاغل، شاید حتی کل یک حرفه، خودکار شود و از بین برود. مشاغل جدیدی ظهور خواهد کرد و شغل‌های پیشین تغییر خواهد یافت. بسیار دشوار است که دقیقاً مشاغلی را که ناپدید خواهد شد پیش بینی کنیم، اما بسیار محتمل است که تا 2040 یا 2050
خیلی از کارهایی رو که امروز مردم میکنن توسط کامپیوتر و ربات انجام شود. حالا آن دست از سناریوهایی که آخر از زمانی است و میگوید هیچ شغلی برای بشر به جا نمیماند، قطعا در 20-30 سال آینده اتفاق نمیافتد. مشکل واقعی بازآموزی، انطباق و وفق دادن خواهد بود، چرا که با از بین رفتن مشاغل قدیم مشاغل جدید ظهور خواهد کرد. سوال این است: آیا خواهید توانست نیروی کار را به سرعت مورد نیاز به کار گیرید؟ و این هم مستلزم آموزش مهارت جدید است و هم توجیه و انطباق روانی برای بازسازی روحی که برای وفق پیدا کردن با هویت حرفه‌ای جدید لازم است. و شاید لازم باشد که این کار را در 30 سالگی و مجددا در 40 سالگی انجام دهید، اما یا می توانید در 50، 60 یا 70 سالگی هم باز این کار را بکنید. با پیشرفت‌های پزشکی عمر می تواند به طور کاملا اساسی طولانی شود. پس ما به ترکیبی از مردم نگاه می کنیم که طولانی ترین زندگی را دارند، اما بازار کار و اقتصادشان فرار و کم ثبات است. پس اندیشه قدیمی داشتن شغل یا حرفه‌ای برای تمام عمر کاملا غیر عملی خواهد بود. پس از چشمانداز فرضاً اتحادیه کارگری، این راهبرد سنتی که می‌خواهیم مشاغل را حفظ و حمایت کنیم یا می‌خواهیم منافع مرتبط با حرفه خاصی را حفظ کنیم، کم کم بی ربط و در واقع خیلی خطرناک می‌شود. در عوض باید به این صورت تغییر یابد که ما می‌خواهیم از کارگران و مردم حمایت کنیم و راهی برای حفظ این مشاغل وجود ندارد، زیرا اقتصاد حرکت کرده، تکنولوژی پیش رفته، اما ما می‌خواهیم مردم را به کار گیریم و در مراحل گذار از شغلی به شغل دیگر حمایتشون کنیم و همچنین در مقابل شوک‌های ناشی از تغییر از نظر روانی پشتیبانشان باشیم. و برخی از مردم به ویژه با سالمند شدنشان ممکن است روند مستمر بازآموزی و انطباق مجدد را غیر ممکن بیابند و اما ممکن است هرچه بیشتر و بیشتر طبقاتی از مردم را روی دست داشته باشیم که نه اینکه استخدام نشده باشند، بلکه قابلیت استخدام شدن را نداشته باشند. برایشان این روند خارج از حد توان باشد و وا بدهند و ما باید زمانی که سیستم اجتماعی خودمان را طراحی می‌کنیم باید آنها را در محاسبات خود منظور داریم. پس این مطلبی است که بازار می‌تواند در آن نقش ایفا کند، اما نقش اساسی باید از آن مداخلات دولت باشد، درست همانگونه که در قرن 19 و 20 مداخله کرد و سیستم آموزش همگانی را برای نوجوانان میسر کرد. اکنون ما نیاز به سیستم آموزش عمری داریم که کاری است که فقط دولت از عهده آن برمی آید. همچنین دولت باید یک تور زیر پای اجتماعی را هم تدارک بیند تا در دوره‌های دشوار گذار به افراد کمک کند. ما انقلاب عظیمی در سال 2030 خواهیم داشت. بسیاری از مشاغل ناپدید می شود. چند سال سخت برای وفق یافتن دوباره لازم خواهد بود و تا 2040 همه چیز در قالب سیستم اقتصادی جدید جا خواهد افتاد. نه، قضیه این نیست. شوک بزرگی در 2030 خواهیم داشت و شوک بزرگتر را در 2040 و بزرگتر از آن را در 2050، زیرا هوش مصنوعی به هیچ وجه به توان کامل خود نزدیک نیست. افزایش توان ادامه خواهد یافت و با افزایش توان هوش مصنوعی شمار بیشتری از افراد بشر را از بازار برخی از کارها به حاشیه خواهد راند و برخی دیگر از مشاغل را کلاً تغییر خواهد داد و پیوسته پایانی در کار نخواهد بود. روشن نیست ضربه به چه شغلی وارد خواهد شد. مثلا اگر شما پزشکان و پرستاران را مقایسه کنید، برخی از ما ممکن است تصور کنیم که خب پرستارها از نظر رده شغلی از پزشکان پایین‌ترند، اما اینطور نیست. پزشکان کارشان اساساً پردازش اطلاعات است. اطلاعات مربوط به بیمار را میگیرند، سوال میپرسند، آزمایش تجویز میکنند و بعد به پردازش اطلاعات مشغول میشوند. داده ها به دست می آید،
حاصل اطلاعاتی برای نسخه و درمان. این برای خودکار شدن ساده ترین کار است. و پرستاران برعکس، پرستار خانم یا آقا مهارت‌هایش تنوع بیشتری دارد. او به مهارت‌های موتوری یا بدنی نیاز دارد، مهارت‌های اجتماعی خوب، تا آمپولی را به فردی نالان تزریق کند و زخم کسی را که از درد پیچان است ببندد. برای این کار شما مهارت زیادی نیاز دارید. پزشکان هوش مصنوعی را خیلی زودتر از پرستاران هوش مصنوعی خواهیم داشت. پس این کار پیچیده تر و بغرنج تر از آن است که بخش خصوصی از عهده‌اش برآید. دولت ها باید قدم پیش نهند و این تورهای ایمنی را زیر پا ایجاد کنند. رئیس اتاق بازرگانی: اگر فقط برای یک روز نقش خودتان را با نقش صدر اعظم عوض کنید، یعنی کارتان عوض شود، بگذارید با هم تصور کنیم که شما می توانستید برای یک روز عضو شورای اروپا باشید. خب به آنها چه می گفتید؟ به همکارانتان. پروفسور هراری: چیزهای گوناگونی. یعنی صحبت شما فقط مربوط به بازار کار است یا عموماً درباره زندگی؟ رئیس اتاق بازرگانی: درباره زندگی با آنها چه می گفتید؟ پروفسور هراری: درباره زندگی میدانید نصیحت غیر ممکنی را از من میخواهید، اما آنها وقت آزاد بیشتری نیاز دارند تا فکر کنند، در خود فرو روند و خنده و کف زدن. صدر اعظم کورس: وقتی شما به صحبت می کردید داشتم کمی فکر می کردم که خانم آنجلا مرکل و دیگران به چه خوبی گفتار شما را درک خواهند کرد و آن واکنششان خواهند داد. فکر می کنم این رو بتوانید بپذیرید. پروفسور هراری: چالش های بسیار سترگی در پیش است و افراد نیاز به وقت برای خواندن و اندیشیدن و به نوعی هضم مطلب دارند. در ملاقات با رهبران سیاسی و بازار، نگرانی اصلی من این است که زندگیشان آنقدر پر است و گرفتارند که در واقع وقت برای اندیشیدن عمیق و هضم موضوعات ندارند. کسی فکر می کنم هنری کیسینجر یا کسی دیگری توضیح داد که اساساً شما قبل از گرفتن شغل به سرمایه فرهنگی و فکری، سرمایه‌ای که قبل از شروع شغل کسب کرده اید، متکی هستید و به محض اشتغال به شغلی. صدر اعظم کورس: برای یک فرد 32 ساله چندان کار خوبی نیست ها؟ پروفسور هراری: بله، پس فکر میکنم خیلی دشوار است و باز فکر میکنم نصیحت من یک نصیحت غیر عملی و محال خواهد بود، زیرا که پیوسته بحران هست، بحران در کشور، در سطح بین‌المللی. اما میدانید ما حالا همه پیوسته تکنولوژی شگفت‌آور را در اختیار داریم و این حقیقتی است نه فقط برای رهبران بلکه برای همه، برای افراد عادی هم. و میدانید تکنولوژی پیوسته برای همه به روز رسانی می شود، اما باعث می شود هرچه بیشتر بشر در دیروزها باقی بماند و خود به روز نشود. و در بین مطالب دیگر شاید بدترین چیز این است که ما قاعدتاً باید وقت آزاد زیادی در اختیار داشته باشیم، آن هم به خاطر همه این تکنولوژی شگفت‌آوری که در اختیار داریم. ما نیازی نداریم از چاه آب بیرون بکشیم. ماشینالات را در اختیار داریم، همه این کارها رو برای ما می کنند، اما به دلایلی وقت نداریم. مسائل هرچه بغرنج تر می شوند و شما این ماشین های عظیم تکنولوژی را در سیلیکون ولی و در شرق چین درست شده در اختیار دارید. و بالاتر از همه این دو مکان جایی است که ماشین هایی را درست می کنند که تخصصشان راهزنی و سوء استفاده از توجه بشر است. توجه و دقت بشری اکنون دارایی ارزشمند شماره 1 جهان است. همه برای جلب دقت و توجه بشر با هم رقابت می کنند. تصور می کنم مدیر ارشد نتفلیکس بود
شایدم اشتباه میکنم، اما تصور میکنم از او سوال شد بزرگترین رقیب نتفلیکس کیست و انتظار این بود که بگوید مثلا هولو یا HBO یا چیز شبیه به آن، و او گفت خواب. و حالا نتفلیکس در جنگ با خواب هم دارد پیروز می شود و فکر می کنم این خیلی خطرناک است. رئیس اتاق بازرگانی: آقای صدراعظم، یک گفتار پایانی. صدراعظم: پاسخ به چنین خواسته بسیار دشوار است. روز سه‌شنبه یعنی پس فردا جلسه شورای اروپایی را داریم. اگرچه شما آنجا نخواهید بود، من پیام شما را انتقال خواهم داد. پس فکر می کنم در گفتار پایانی من فقط می توانم از جانب خودم حرف بزنم، اما برایم بسیار ارزشمند است که نظراتم را با کسی مثل شما در میان بگذارم. بدین منظور تصور می کنم صرف نظر از موضوع بحث، نکته کلیدی این است که صرف داشتن چنین گفتگوهایی بسیار ارزشمند است و فکر می کنم هارالد از شما به خاطر فراهم آوردن امکان این بازنگری ذهنی و بروز شدن اندیشه باید مجددا سپاسگزاری کنم. من فکر می کنم چنین گفتگوهایی برای ما در اتریش مفید است و به همان میزان در سطح اروپا خوب و عالی است. بدین منظور امیدوارم که بتوانیم این تبادل نظر مثبت را ادامه بدهیم و مناسبت‌های دیگری خواهیم داشت تا از داشتن افتخار خوشامدگویی به شما بهره‌مند شویم. تا آن زمان من تلاش خواهم کرد به چالش‌های کمتر کار کردن بپردازم. پس فرصت بیشتری برای فکر در مورد مسائل خواهم داشت و اطمینان حاصل کنم که خوابم نتفلیکس را شکست نمی‌دهد. مجری: سپاس بسیار از هر سه شما. من تصور میکنم اینجا از جانب همه حضار سخن میگویم وقتی از خوابی میگوییم که آقای هراری لذت میبرد. آن خواب الهام بخش سباستیان کورتز خواهد بود، به همین منوال الهام بخش هارالد ماهرر نیز خواهد بود، چون شاید بدانید که یا شاید آنهایی بدانند که مسحور خواندن آخرین کتاب‌های وی شدند. آقای هراری روزانه 2 ساعت مراقبه می کند و در واقع خود به راهنمودی که به ما می دهد عمل می کند. اما اکنون دوست دارم در پایان از کسی که اندیشه و فکرش باعث به وجود آمدن این مراسم شامگاهی شد، هارالد ماهرر، بپرسم از این گردهمایی چه ارمغانی همراه خود می برید؟ هارالد ماهرر، رئیس اتاق بازرگانی: خب، نخستین و پر اهمیت ترین فکر می کنم راهنمودهایی که پروفسور به ما داد باشد در ارتباط با تکلیفی که احساس می کنم لازم است وقت بگذارم و همه کتابهایش را بخوانم. مطلب دیگر که با خود میبرم این تقاعد عمیق است که با گوش فرا دادن به صدر اعظم و پروفسور ما در اروپا شرایط بسیار خوبی داریم. این به ما توان میبخشد که فقط اگر کارها را درست انجام دهیم عقب نخواهیم افتاد و این کلاً بستگی به خودمان دارد و این امشب زمان ترک اینجا حال مرا خوش می کند. این یک تقاعد و باور تشکیلاتی بازرگانی است که باید کارها را به شیوه خودمان انجام دهیم و اگر همه ما که درگیر تشکیلات بازرگانی هستیم همگام با کارکنانمان کارهای مثبتمان را ادامه دهیم، هماهنگ با هم، این ذهنیت همان ارکستری خواهد بود که هماهنگ می نوازد با یک رهبر ارکستر بی‌نظیر. اگر این سرلوحه ما باشد هیچ چیز به خطا نخواهد رفت و اگر این روش ما باشد رؤیای اروپا که رؤیایی پرشکوه است محقق خواهد شد. با این ذهنیت از شما صدر اعظم گرامی و پروفسور هراری عزیز مراتب سپاس خودم را به خاطر بودنتان در اینجا اعلام می دارم. حالا ما پروفسور هراری را به بیرون سالن همراهی خواهیم کرد. برایش در برنامه‌های فردا در هامبورگ و بعد در بوداپست آرزوهای خوب می‌کنیم. سپاسگزارم از اینکه آمدید. مجری:
سپاس فراوان از هر شما، خیلی متشکرم و همچنین سپاس فراوان از حضار به خاطر پیوستن به ما و گوش فرا دادن به بحث. شامگاه خوشی داشته باشید. حالا می توانید تمدد اعصاب پایانی را داشته باشید و از پذیرایی لذت ببرید. متشکرم و به امید دیدار نزدیک.